اینجا پسری است. اینجا هم بخونه. روانشناسی و درمان اوتیسم. نوشته وجودی بارون و شان بارون برگردان دکتر مصطفی تبریزی و علی علوی‌نیا. کتابی صفحه بعد در سال مقدمه نویسنده. این مقدمه مترجمانه، این مقدمه نویسنده. مقدمه نویسنده. در سال 1965 به من و شوهرم گفتند که پسر 4 ساله ما به بیماری اوتیسم دچار است. تا آن هنگام هرگز این نام را نشنیده بودیم. به ما گفتند که گفتار غیر قابل کنترل و اختصاصی و تمامت کردم تو خواهش کن من شاید برگردم.